آقا ایداری؟ کمک یکی از کمک کنه. هر آن ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته. تو خیابون، سر کار، داخل منزل، بین همسایه‌ها، شب باشه روز باشه، یه نفر ممکنه جلومون از هوش بره و بیفته رو زمین، بعد ببینیم نفسم نمیکشه. یه رفیقم افتاد. نفس میکشه؟ نه. اولین کار اینه که من به 115 زنگ بزنم. همیشه هول میشیم یا در میریم یا میشینیم میزنیم تو سرمون. اما بدونیم هر دقیقه‌ای که از ایست قلبی یه انسان بگذره 10% از احتمال زنده موندنش کم میشه. بعد از 10 دقیقه میرسه به 0. باید بلد باشیم تا وقتی اورژانس برسه یه کاری بکنیم، یه کار حیاتی، نجات جان یک انسان. آقا بلدی چیکار کنی؟ نه بلد نیستم. دلت میخواد یاد بگیری؟ بله. در مواقع ایست ناگهانی قلبی وقتی بیمارتون به شکل شاهد جلوی چشم شما توی منزل یا توی محل کار یا توی خیابون میفته، اولین کاری که انجام میدید پاسخگویی بیمار رو بررسی میکنید. این کار رو با ضربه زدن روی شونه‌های بیمار و بلند صدا کردن بیمار انجام میدید. آقا یا خانم چشماتو باز کن. همین کافی است. احتیاج به هیچ تحقیق دردناکی نیست. اگه نه جواب میده نه نفس میکشه، دستتون رو بذارید توی مرکز قفسه سینه. دست مقابلتون رو روش بذارید. دستاتون رو توی هم قفل کنید، به بیمار نزدیک بشید. کاملا عمود بر قفسه سینه بیمار قرار بگیرید و شروع کنید با سرعت 100 بار در دقیقه ماساژ قلبی رو انجام دادن. آقای اورژانس ما چقدر باید فشار بدیم؟ فشار ما چقدر؟ فشاری که در بزرگسالان انجام میشه 4 تا 5 سانتی متر است. همینجور ماساژ بدیم 100 بار میشه. یعنی دیگه نفس مصنوعی نمیدیم؟ این کار برای بیمارانی هست که دچار ایست قلبی شاهد شدن. بیمارانی که کودک هستن یعنی 1 تا 8 سال یا زیر 1 سال هستن یعنی شیرخواران. افرادی که دچار غرق شدگی شدن، دچار خفگی با جسم خارجی شدن و افرادی که به شکل غیر شاهد بوده، یعنی زمان زیادی از ایست قلبیشون گذشته، نباید این کارو انجام بدیم. برای اونا باید CPR یا احیای قلبی ریوی معمول رو انجام بدیم. یعنی اینکه ضمن فشردن قفسه سینه باید راه هواییشون رو باز کنیم و برای اونا تنفس دهان به دهان رو هم انجام بدیم. 30 بار ماساژ قلبی 2 نفس. 26 27 28 29 30 و 2 تا تنفس مصنوعی. 30 ماساژ 2 نفس. 30 بار ماساژ 2 نفس. همین دفعه کابینت واسه دادن بیهو این قلب برمیگه سوختم. فقط 2-3 دفعه که یادم داد سوختم دیگه هیچ متوجه نشدم. اصلا هیچ صدایی هم نمیشنیدین اونجا؟ به طور کل ابدا. چه فشردن قلب تنها تو اونایی که جلوی ما قلبشون وای میسته، چه با تنفس کمک میکنه تا زمانی که اورژانس برسه جریان خون اون مصدوم برقرار بشه. اما احیا رو تا کی ادامه بدیم؟ ببینیم پلک میزنه آب دهنشو قورت میده و شروع میکنه به تنفس کردن، تنفس خود به خودی. این نشون دهنده برگشت جریان خون. اینجا چیکار میکنیم؟ ابتدا از همون سمتی که به بیمار نزدیک هستیم دست بیمار رو به این حالت قرار میدیم. بعد به این صورت، به صورتی که پشت دست بیمار دقیقاً روی صورت بیمار قرار بگیره. پای سمت مقابل رو خم میکنیم. دستمون رو پشت پای بیمار قرار میدیم. دستام رو دست بیمار میذاریم، به بیمار نزدیک میشیم و فقط با یک حرکت بیمار رو برمیگردونیم. وقتی که بیمار رو برگردوندیم یک بار دیگه راه هوایی بیمار رو باز میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم از اینکه بیمار تنفس‌های خود به خودی و موثری داره و بیمار رو پایش میکنیم تا همکارای من از اورژانس برسن. آقای فضیلت‌خواه از تکنسین‌های اورژانس و آقای ایست قلبی هم حالش خوبه. همه اینا برای این بود که یاد بگیریم میتونیم یه روز جان یه انسان رو نجات بدیم. به همین سادگی. خوش آقا، دست در نکنه. خیلی ممنون، متشکرم لطف شما.